و اگر حالا جزء افرادی هستید که تعداد زیادی توکن شامل شدید و نحوه فروش رو خواسته بودید، به هر حال باید در واقع آپدیت های جدید پروژه ها رو گذاشت. و اگر حالا کسی میخواد در واقع نحوه فروش رو یاد بگیره یا توکن های خودش رو کلیم کنه، نیاز داره که باید یه مقدار هزینه کنه. حالا چطوری هزینه کنه؟ شما اول باید وارد وبسایتش بشید. خب لینک وبسایت رو براتون میذارم. شما وقتی وارد شدی اینجا باید به کیف پولی که بهش دادید و همون کیف پول متصل بشی، یعنی اون کیف پولی که به ربات دادید و حالا اوکی ایکس بوده، تراست ولت بوده یا متاماسک بوده، باید به همون کیف پول اینجا کانکت ولت رو انتخاب کنید و اون کیف پولتون رو انتخاب کنید و بهش متصل بشید. خب میتونید از این گزینه هم استفاده کنید و تمام کیف پولایی که در واقع دارید و نمایش میده و به اون کیف پول متصل بشید. خب وقتی در واقع اومدی و به کیف پول متصل شدی، باید چه کاری انجام بدید؟ شما باید رو شبکه بیس اتریوم داشته باشید. حالا اگر رو شبکه بیس اتریوم ندارید، در حال حاضر صرافی بینیکس هرچند یک کشتاری فعال کرده و گفته که به زودی احراز هویت اجباری میشه، ولی میتونید وارد این صرافی بشید و یک $5 اتریوم بخرید. خب اتریوم که $5 خریدید، بعد از اون از این قسمت برداشت اتریوم رو که انتخاب کردید، در واقع اتریوم رو که انتخاب کردید، اینجا در حین برداشت آدرستون رو وقتی میخواید بهش بدید شبکه بیس یادتون نره که تو این قسمت رو شبکه بیس بذارید. خب $1 هم کارمزد این صرافی میگیره ازتون و اینجا آدرس خودتون رو بهش میدید و اینجا اون $5 که $4 براتون واریز میشه. خب وقتی به اون کیف پولت متصل شدی، اینجا چیکار میکنی؟ شبکه رو آنچین میذاری، یعنی شما اون اتریوم موجودی که داری تبدیل میکنید به آنچین، بیس بشه به آنچین. خب بعد اینجا گزینه بریچو که بزنید طول میکشه، حالا یک مدت زمانی طول میکشه تا به کیف پولتون ارسال میشه. میگه که حداقل 3 دقیقه طول میکشه تا به داخل کیف پولتون آنچین داشته باشید. خب این هم حالا یکی از بچه ها شامل شده و وقتی شما شامل شدید و بخواید کلیم خودتون رو انجام بدید، خب این ویو کلیم رو میزنید و اون موقع داخل کیف پولتون آنچین دارید. کلیمو که زدید توکناتون حالا بعد از یک تایمی وقتی کارمزدش رو پرداخت کردی به کیف پولت ارسال میشه. خب برای فروش هم وارد صرافی یونیسواب میشید و اینجا به کیف پولتون متصل میشید. باز به همون کیف پولتون از این قسمت گزینه کانکت رو میزنید. خب متصل که شدید، تو این قسمت بعد از اون شما یه دونه کانترکت نیاز دارید که کانترکت رو برای شما میذارم، کانترکت آنچین. و در واقع برای افرادی که حالا رو شبکه بیس